بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می‌کند سخنرانی استاد رائفی پور در بیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 14 خرداد ماه 94، شهرستان خمینی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. تبریک عرض می‌کنم در ابتدا میلاد مسعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام 14 و 15 خرداد، قیام خونین 15 خرداد و علل خصوص رحلت حضرت امام. بنده چون وقت گذشته خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم و دوست دارم شاید یه خورده بخوام متفاوت صحبت بکنم و درخواستم هم اینه که شما بزرگواران، حالا اون عزیزان که رو بنده شناخت دارن، با همون نگاهی که رو بحث این که بنده مطلبی رو پژوهش میکنم و بهش میرسم نگاه کنید. بنده نگاه هم به انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام شاید متفاوت باشه نسبت به برخی دیگر از عزیزان. ببینید، ما یک موقعی هست میگیم آقا میدونی خمینی کجاست؟ میگه بله، یک شهریست در استان مرکزی، مفاخرش رو میشناسید، جغرافیاش رو اندکی میدونید. یک موقعی هست میگن میشناسی خمینی رو؟ میگه نه، خمینی رو خود خمینی ها میشناسن، از خود خمینی ها بهتر راننده تاکسی هاشون میشناسن. فرق است بین دانستن و شناختن. میفرماد من مات ولم یعرف امام زمان مات میتة جاهلیه. نمیفرماد من مات ولم یعلم امام زمانه، کسی ندونه امام زمانش که، میفرماد کسی نشناسه امام زمانش رو به جاهلیت مون. یک مرحله هست که شاید ادامه همین شناخته و در واقع همون شناخت کامل باشه، اینه که ما منظومه فکری یک نفر رو بشناسیم. فردی رو فرض کنید تمام این 50 تا 60 تا کتابی که از شهید مطهری وجود داره خونده باشه، بهش بگو آقا نظر شهید مطهری در مورد فلسفه چیه؟ میگه نظر شهید مطهری در مورد تاریخ باستان ایران چه میگه؟ این در مورد حجاب چی آقا؟ این و مسائل مختلف از این دست. وقتی میپرسید جواب میده، اما جالب همین آدم هیچ وقت خودش نمیتونه شهید مطهری بشه. یعنی هیچ گاه توانایی شهید مطهری رو در کتاب نوشتنش نداره. منظومه فکری شهید مطهری رو میشناسه، خونده، اما خودش هیچ وقت شهید مطهری نمیشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون یه مرحله مونده تو شناخت کامل. در مورد امام هم همینه. آقا نظر امام در مورد فلان مطلب چه بود؟ آقا این بود، که البته ما بعضا میشنویم حتی در مورد همین که نظر امام در مورد یک موضوع چی بود هم پارادوکس داریم میشنویم. و این درد عزیزان، من از شما خواهش میکنم این نگاه ها و پیش زمینه ها و بک‌گراندهای سیاسیتون رو بگذارید کنار. ما میخوام یه بحث پژوهشی صحبت بکنیم. مرحله بالاتر از این یک نفر مزه دهن یکی میشناسه. یه جای دعوا میشه میگه آقا تو جلو نرو، من مزه دهن فلانی رو میدونم چیه. ما زمانی میتونیم راجع به امام قضاوت بکنیم که مزه دهن امام رو بدونیم. کسی که دیگه مزه دهن یک نفر رو فهمید بهش بگه آقا نظر شهید مطهری در مورد اینترنت چیه؟ زمان شهید مطهری اینترنت نبوده، اما ایشون میگه چیه؟ میگه اگر شهید مطهری میبود امروز پیرامون اینترنت احتمال قوی این نکته رو میگفت که مثلا استفاده کنید، مراقب خطراتش باشید، تیغ دو دمه مثلا اینطور. چرا ما شهید مطهری کم داریم میدیم بیرون؟ چون نهایتا آقایان تا خواندن آثار و منظومه فکری شناسی بیشتر پیش نمیرن، مزه دهن نمیشناسن. بنده خودم یکی از علما رو میشناسم در قم، حدیث بهشون نشون میدی میگه مال امام صادق، این مال حضرت امیره. مزه دهن حضرت امیر رو میشناسه. یک موقعی از اهل بیت به جان آدم میشینن، یک موقعی از قرآن به جان آدم میشینه. اون موقع قرآنی حرف میزنه، اهل بیتی حرف میزنه، بی آن که الزاما این حدیث رو قبلا دیده باشه.
احساس میکنم امروز نسل جدید ما باید مزه دهن امام رو بشناسه. با آوردن وصایای حضرت امام توی کتاب توی دانشگاه ماجرا حل نمیشه. میخونه، حفظ میکنه، فردا فراموش میکنه. همونطور که تمام شما تو کتاب تاریخ خوندید پایتخت امیر اسماعیل سامانی بخارا بود، اما اگه همینجا یک تستی میذاشتیم، یک امتحانی ازتون میگذاشتیم میپرسیدیم، 95% نمیدونستن کجاست. خوندن اما نمیدونن کجاست، چون به جان نشسته. به علت تلاقی نیمه شعبان با این ایام بنده نظرم بر این هست و موضوع سخنرانی ما پیرامون همین گذاشتم که اصلا بابا مزه دهن امام در مورد انقلاب چی بود؟ نتیجه انقلاب باید به کجا میرسید؟ اون موقع است که مطلب جا میفته. و الا من به شما بگویم ما تافته جدا بافته نیستیم که اتفاقاتی که در انقلاب موسی کلیم الله افتاد در انقلاب ما نیفته. چرا توهم بزنیم؟ شما قائل بر این هستید که مدیریت ما از پیامبر بیشتر بوده؟ قوی‌تر از ولی معصومه؟ این که یک وهمه. 50 سال بعد از پیامبر چه اتفاقی میفته؟ عاشورا به وقوع میپیونده. فرزند همان پیامبر که احد الناسی در عمل کرد به سیره اون پیامبر از او به پیامبر نزدیکتر نبود، آن بلا رو سرش میارن. 5 دهه عزیزم، من و شما از این انقلاب 4 دهه گذروندیم، 1 دهه بیشتر از ما. چه تضمینی به من میدید؟ چه چک سفید امضایی به من میدید که عاشورایی تو انقلاب خودمون اتفاق نیفته؟ اگر مزه دهن پیامبر رو میفهمیدن صحابه، اتفاقات بعد از رسول الله نمیافتاد تو جامعه. در پایان عمر شریف پیامبر نزدیک به 170 مشاجره بین رسول الله و صحابه در تاریخ ثبت و ضبط شده. 170 مشاجره. پیامبر نکته میفرمود، میگفتن این چی میگی؟ حرف خودته یا قرآنه؟ اگه قرآن حالا یه چیزی، اما اگه حرف خودته ما هم چیه؟ ما هم حرف انکار به جای میرسه که در صحیح بخاری مستندترین کتاب برادران اهل سنت ما در 7 جای صحیح بخاری نقل شده که یکی از صحابه وقتی پیامبر فرمود آتونی به صحیفه و دوات، بده قلم کاغذ بده یه چیزی براتون بنویسم، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، بعد من گمراه نشید. یکی از صحابه گرفت کاغذ رو پاره کرد، گفت ان الرجل لا یحزن، این مرد داره هزیون میگه. بعد ما تافته جدا بافته این نگرانی اصلی است. انقلاب حضرت موسی توسط فرعون تهدید نمیشه. نگران فرعون ها نباشید، فرعون ها هیچ غلطی نمیتوانند بکنن. این عین عبارت امام برای فرعون های زمان بود. غیر اینه؟ امام نگرانی بابت آمریکا نداشت. اینقدر با آرامش این نکته رو امام میگفت که به جانش نشسته بود. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام مسخره میکرد امریکا رو تو صحبتاش. کارتر رو به تمسخر میگرفت. اما انقلاب حضرت موسی چی میزنه زمین؟ انقلاب حضرت موسی رو 2 نفر از قوم خود موسی میزنه زمین. عزیزم بحثم سیاسی نیست، قرآنی است، قرآن مشترک بین من و شما. سامری از قوم موسی، قارون از قوم موسی، هر دو از قوم حضرت موسی بودن. اصلا صراحت قرآن ان قارون کان من قوم موسی. اینجا خطر به وجود میاد. اگر من و شما نگاه بکنید امروز ببینید سیاسیون امام رو سیاسی بررسی میکنن، اونم با توجه به نگاه های سیاسی خودشون. دیدید؟ فلسفی ها امام رو فلسفی بررسی میکنن، عرفا امام رو عرفانی نگاه میکنن، مجاهدین امام رو جهادگرایانه به عنوان یک عضو میخوام مثلا، نه که همه اینطور، برخیشون مثل یک چریک نگاه میکنن، مثلا انگار امام چه کوبارا بوده. امام همه اینا هست، اما اینها همه امام نیست. امام چی بود آقا؟ امام چی بوده؟ شما به من میگی. من نظر خودم رو میگم که افتخار میکنم شاگرد این مکتبم.
امام یک کلمه است، عبد 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 ولا غیر. دنبال دکون دستهای دیگه نباشید. اینقدر همین مسئله مهم است که شما میبینید وقتی داری به پیامبر خودت سلام میدی میگه عبده و رسوله. اول عبد بودن پیامبر رو میگیم، بعد رسول بودنشو. اصلا ایده فراموش کردن امام برای چه انقلاب کرد. برید به فرمایشات امام رجوع بکنید. ایده فکر میکنن امام انقلاب کرده یک کشور رو از حکومت سلطنتی بیاره تو جمهوری. خب عزیزم فرانسه که 200 سال قبل ما این کارو کرده، که همین جمهوریت بود فقط. نه خیلی نیست، مطلقا این نیست. بله جمهوریت هم بود، اما همش این نبود. یک عده فکر میکنن امام انقلاب کرد که آقا ما فقط نفتمون رو دیگه خارجی ها نبرن. بله این بود، اما همش این نبود. یه چیز دیگه میخواست که همه اینا منتج میشد، به نتیجه میرسید در عوضش و در اثر اون. امام دنبال این بود این انقلاب پرچمش برسه دست امام زمان. به هیچ چیز دیگه فکر نکنید. در اشارات امام من اصلا جدا کردم، تو راه همینطور که می اومدم صحیفه دارم جدا میکنم اینا رو، مطالب رو، و در موارد دیگر رو من بخششو برای شما ذکر میکنم و میرسم به این نکته کلیدی عزیز دل من. مرحوم آقای کوثری که روزخون امام بود، ایشون نقل میکنه، میگه ما تو منزل آیت الله فاضل لنکرانی بودیم. یکی از فضلای مشهد اومد، از اتفاقی گفت که در نجف اتفاق افتاده بوده براش نزد امام. میگه خب امام اون موقع تو نجف میگه من شاهو بیرون میکنم، من شاهو بیرون میکنم. من رسیدم شدم امام چی دید میگه شاهو بیرون میکنم، شاهو بیرون میکنم؟ آدم مستاجر خودشه، خونه مال خوده، صاحب خونه، مستاجرش نمیتونه بندازه بیرون. به شاهو بیرون میکنم، نشسته تو نجف میگه شاهو بیرون میکنم. میگه امام سکوت کرد. من فکر کردم امام نشنیده صحبت من رو یا حواسش پرت بوده. دوباره تکرار کردم. میگه امام با عصبانیت جواب داد عین عبارت رو براتون بخونم: مگر حضرت بقیت الله به من نستجیر بالله خلاف میفرماید؟ شاه باید برود. این باید ولاییه. در زمانی امام میگه شاه باید برود که کسی این حرفو میزد همه میخندیدن. کارتر اومد تو ایران گفتش که آقا ایران جزیره ثبات است. پروژه 2 ستونی نیکسون با محوریت عربستان و ایران داشت تو منطقه اتفاق میافتاد. هواپیمایی که آمریکا فقط خودش داشت به ما داشت میداد. امریکا 1% احتمال میداد بخواد از دست بره، اینا رو نمیداد به ما. کما اینکه بعدش انقلاب جدی شد فهمید، قراردادها رو فسخ کرد. نگران بود این سلاح‌ها، این اسلحه‌ها دست کشوری بیفته که ایدئولوژیش رو از یکی مثل امام خمینی میگیره. همین مرحوم آیه عسکراللادی نقل میکنه، میگه من ظاهرا این تشکیک از بنده است که در فرانسه بوده ظاهرا. میگه من خدمت امام رسیدم، گفتم آقا چی کار میخوای بکنی؟ خب حالا انقلاب کردیم، بعدش چی؟ یه برنامه، یه پلنی، یه نقشه، آقا چیکار میخوای بکنی؟ میگه امام فرمود اول شما میندازیم بیرون، بعد حکومت تشکیل میدیم، بعد حکومت پرچم میدیم دستان مبارک حضرت بقیت. میگه من تو دلم با خودم گفتم چی داره میگه؟ چی داره میگه امام؟ میگه زد چند وقت بعد ما شاه انداختیم بیرون، بعد حکومت تشکیل دادیم. امروز من میگم عجب، ما تا مرحله دومش اومدیم و تثبیت کردیم حکومت رو، فقط مونده مرحله آخر. یک عزیزی که خودش با سید حسن نصرالله در جلسه بود برای خود بنده تعریف میکرد، یعنی یک واسطه داره. میگم اوایل شکلگیری حزب الله بود، اینها اومدن دیدن امام. بعد خیلی هم اینا نگران بودن که ما الان بیایم بگیم از عمل جدا شدیم، جریان عمل در لبنان. امام ناراحت میشه چون امام با هر گونه تفرقه‌ای گارد داشت. حتی المقدور نگاه وحدتی رو داشت، میگفت یک جای کوتاه بیاد بتونیم کارو پیش ببریم.
شما دیدید طرفین جای دعوایی میشد، اگر این فسقشون آشکار نمی بود و ضربه به اصل اسلام نمیزد، امام سکوت میکرد، میگفت آقا کنار بیاید، با هم راه بیاید. مسئولینی بودن استعفا دادن، قهر کردن، امام بازم کشیدشون آوردشون. نگاه امام اینطوری بود. میگه نگران بودن اینا، چون نگاه امام رو میدونستن که ما الان بگیم از عمل میخوایم جدا بشیم، خودمون یه حزبی درست کنیم، حزب الله مثلا، امام ناراحت میشه. میگه تا ما اونجا گفتیم اینو دقت بکنید. میگه امام برگشت جواب داد نه خیلی خوبه، حتما این کارو بکنید، انشالله شما اسرائیل رو شکست میدید. این بنده خدا میگه ما اومدیم بیرون تو راه، سید حسن نصرالله برگشت به من گفتش که امام ما جریانات لبنان رو توجیهه، اصلا خبر داره لبنان چه خبره، اصلا میدونه ما چیم اونجا، قدرتمون تو چه حده، میدونه ما امروز شیعه در لبنان در تو سری خوره، میدونه تو چه برهه‌ای امام این حرفو میزنه؟ تو برهه‌ای که عزیز دل من شیعیان لبنان شده بودن مزدور یا مسیحیای لبنان یا فلسطینیا. فلسطینیا بهش پول میدادن، گفتن به نفع ما بیاد با مسیحی‌ها بجنگیم، مسیحی‌ها بهش پول میدادن، گفتن بیاد با فلسطینیا بجنگیم. تو اون برهه ما میاد میگه خیر شما اسرائیل رو شکست میدید. زیر حسن نصرالله میگه ما گیرودار خود جریانات لبنان بتونیم بیایم بیرون. جنگای داخلی لبنان اصلا معروفه، اختلافات داخلی لبنان معروفه. میگه امروز ایشون میگه من بعدها دوباره سید رو که دیدم، آدمی که مرتبطه با ایشون، میگه بعدها دیدم گفتش که گفتم یادت هم چه حرفی رو زدی؟ گفت این شد که ما به این نتیجه رسیدیم که بله این وصله، پیش خودش چیزی نمیگه. مورد بعدی رو برای شما عزیزان نقل بکنم. آقای بشارتی اینو نقل میکنه برای آقای ریشهری. من مستند میخوام بگم کسی انقلت نتونه بیاره. شما عزیزان عرض نمیکنم و بالاخره صوت و فیلم اینا پخش شد. آقای بشارتی برای آقای ریشهری نقل میکنه، میگه سال 58 تابستون 58 من فرمانده اطلاعات سپاه بودم. خبر رسید که آقای شریعت مداری تو مشهد توی جلسه برگشته گفته که من به زودی جنگ خودم رو علیه آقای خمینی علنی میکنم. حالا اون لحنی که او استفاده کرده بود. شریعت مداری اون جریاناتش که بزرگترهای جلسه بهتر میدونن و جوانترها اگر تاریخ خونده باشن میدونن. میگه ما اومدیم گزارش میدیم که بالاخره آقای شریعت مداری این چیکارش کنیم، داستان چیه؟ بعد میگه امامی خورده سکوت کرد، بعد سرش آورد بالا، عین عبارت من رو میخونم. اینها چه میگویند؟ پیروزی ما را خدا تضمین کرده است. ما موفق میشویم در اینجا حکومت اسلامی تشکیل میدهیم و پرچم را به صاحب پرچم میسپاریم. یعنی همین انقلاب پرچم میرسه دست آقا. اینجا آی بشارتی زرنگی میکنه، سری میپرسه، میگه پرسیدم خودتان؟ یعنی این پرچم خودت میدی به دستای آقا؟ یه پاسخ داد، امام سکوت کردند و جواب ندادند. خاطرات های ریشهری جلد اول صفحه 242. میگه امام اینجا جواب نداد که نه آره گفت نه سکوت. اینا کسایی هستن که با امام دمخور بودن. داره میگه 58 اما اول انقلابه، 6 ماه از انقلاب نگذشته. امام در موارد متعدد اشاره میکنه به اصلا دو قطبی که امام ساخت، تز و آنتیتزی که امام ساخت. تز و آنتیتز چی بود؟ مسلمین و کفار، مؤمنین و منافقین؟ نه خیر، مستضعفان مستکبران. این تز و آنتیتز کاملا آخر الزمانی است. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. میگه ما میخوایم که این کسایی که مستضعف واقع شدن زمین بیفته دستشون. داره صحبت میکنه از یک حکومتی که وعده داده شده در تمام ادیان. تو این نگاه امام همه رو شریک میکنه، از سیاه‌پوستای آفریقا و آمریکا گرفته تا اهل سنتی که توسط حکام جور دارن اداره میشن. و شما برید صحیفه امام بخونید ببینید چقدر امام اشارات داره به اینها. و در مقابل کی؟ در مقابل صهیونیستایی که در اقلیتن. انقلاب اسلامی با تأیید خدای منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شاء الله با گسترش آن قدرت‌های شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد و حکومت مستضعفان به پا
به پا شده و زمینه‌ای برای حکومت جهانی مهدی آخرالزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مهیا خواهد شد. اینا عبارت امام میگه قرار برسه دستش. گویا جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب امامت، گویا جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب امامت از افق مکه مکرمه و کعبه آمال محرومان و مستضعفان. آقا منتظر باشید، این یک شروع است برای رسیدن به اونجا. اجازه ندید امامو براتون تحریف کنن. فکر خونمون قرمز تره که تو انقلاب ما نشه. پیامبر رو تحریف کردن، حضرت موسی رو تحریف کردن. حضرت موسی رفت، اینا فکر کنم مرده دیگه، از دنیا رفته. سامری چی میگه وقتی بت ساخت از حضرت موسی مایه گذاشت؟ گفت هذا الهکم و اله موسی فنسیه. گفت این خدای شما خدای موسی یادش رفت، از موسی مایه گذاشت. ما داریم، میدونید یکی از افرادی که خیلی روایت‌های عجیب غریبی ها، یعنی نقل از پیامبر، فرض ابو هریره، شاگرد کعب الاحبار یهودی مسلمان شده، به ظاهر مسلمان شده. اینی که میگم از منابع برادران اهل سنت میگم، عزیزان که سخنرانی حقیر رو گوش دادن مستحضرن که بنده روی مباحث فریقین واردم. در مستدرک حاکم نیشابوریه اهل سنت حدیث رو که دیگه حاکم بیاره تو مستدرکش که انه صحیح بخاری و صحیح مسلم گفت، اصلا این کتاب مستدرک علی صحیحین دیگه، یعنی مستند. آقا یک کلام بخوام عوامانش رو بگیم یعنی حرف حساب از نظر برادران اهل سنت. میگن یک روز ابو هریره داشت ماجرای نقل میکرد از امام، داد جناب عایشه در اومد که بابا این حدیثا رو تو از کجا نقل میکنی؟ من زن پیغمبر بودم، شاید من بتونم یه چیزی بگم کسی دیگه نشنیده باشه، بگم من و پیامبر تو خونه تنها بودیم. آقا تو کجا با پیغمبر تنها بودی؟ این حدیث از کجا داری تو نقل میکنی؟ ببینید این آدم وقیح چجوری جواب همسر پیامبر رو میده. و ما هم ناراحتیم که چرا به همسر پیامبر توهین شد. برمیگردیم یه تو مشغول، عذر میخوام از محضر شما، بحث تاریخیه، ما تو مشغول عشق بازی بودی با پیغمبر، حواست نبود. پیامبر تحریف میکنن. برید ببینید چه روایت هایی وارد شد، پیامبر همسرش میذاشت رو دوش خودش میبرد تو شهر میچرخوند. فردی نقل کرده زبانم لال که من میرفتم از رو پشتمون مدفوع کردن پیامبر رو نگاه میکردم. شروع کردن توهین کردن به پیامبر و تحریف به چهره پیامبر. برای پیامبر شدنی است، برای ما نشدنیه. این یک وهمه. واقعی نگاه بکنید، به رئال نگاه بکنید به انقلاب ما. امام عبده، امام قرآن فرموده این میشود یعنی چی؟ میشود. 1000 تا تحلیلگر سیاسی بیاد بگو نمیشود، میگه جمع کنید کاسه کوزتونه، این میشود. امام به وعده الهی ایمان داره، اعتقاد داره که چی؟ خدا میفرماد برید جلو نترسید، کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره، به اذن الله، به اذن الله تمام شد. ما کم هم باشیم بریم جلو تمام کنیم. من میخوام ماجرا رو برسونم به این نکته کلیدی. حضرت امیر میفرماد در جنگ بدر ما 313 نفر شدیم، منافقا فتنه کردن تا پیامبر فرمود ما بیرون میخوایم مبارزه کنیم، گفتن کجا ما میخوایم مبارزه کنیم؟ تو شهر، برای اینکه تو جنگ شرکت نکنن. اگر میگفتیم تو شهر میخوایم مبارزه کنیم، اینا میگفتن کجا؟ بیرون. انقلاب پیامبر منافق داشت، انقلاب ما نداره کلا ها. نمیشه وهمیات. اینا امام رو از پیامبر بزرگتر کردنه. اگه کسی این اعتقاد داشته باشه عملا داره میگه که امام از پیامبر هم بالاتر بود، که این هم وهمه. حضرت امیر میفرماد ما 313 نفر رفتیم، چند نفرمون سواره بودن، بقیه همه پیاده. یک عده که شمشیر داشتن، عده اندکی به کنار، بقیه شمشیر نداشتن، شمشیر شکسته برداشته بودن. شمشیرایی که دیگه برای غنیمت هم کسی نمیبود، تو جنگا میمون برمی‌داشتن، شمشیرش نصفه شکسته بود تو جنگ. عده شمشیر شکسته هم نداشتن، چوب برداشتن. حالا رفتن سراغ کی؟ لشکر تا دندان مسلح مکه.
حضرت میفرماد ما بیشتر از این دیگه از توانمون بگی بر نمی اومد. این ته ماجرا بود، بیشتر از این نمیشد کاری کنه. اصلا جالب تاریخو میخونی، سپاه مشرکین و کفار وقتی سپاه پیامبر رو میبینن میخندن به سپاه، به لشکر پیامبر قیافه ها رو میبینن، میبینن چهار تا بچه جوان پیرمرد با سلاحای به قول درب داغون اومدن که اینا چینا قلقه میکنیم، محمد کارش تمام است تو همین جنگ. حضرت امیر میفرماد بیشتر از این دیگه نمیتونستیم، چون خدا، عبارت تو رو خدا دقت کنید، چون خدا صدق نیت ما رو دید به او اعتماد داریم، ورق برگشت. پیامبر یه مش خاک برداشت پاشید سمت اینا. یه مش خاک رو من بپاشم چند متر میره جلوتر؟ 10 متر؟ بیشتر میره؟ نمیره عزیزم، 10 متر. میگه خاک رو که پاشید معجزه شد، امداد الهی، امداد غیب اومد. این شنها رو باد گرفت برد تو چشای اینا قدرت دیدشون از دست دادن، ما مونده بودیم و اینا کشتیم. از ما بیشتر از این دیگه نمیتونستیم. خوب دقت کن، توانمون این بود، ما اصلا فرمانده نیرو هواییمون جاسوس بود. چطور میخواستیم کاری بکنیم؟ شب تو خواب ناز بودیم، هواپیمای آمریکایی میخواستن بیان بشینن گروگاناشون رو آزاد کنن، بعد برن امامو تو جماران بدزدن ببرن. میخواستن با هلیکوپتر برن بالا، نیلو هلیبورد کنن، بیان پایین تکاورشون امامو بردارن ببرن. کار شدنیست فیزیکیا، از این کارا زیاد کردن. من و تو خواب نازیم، شنها یک بار دیگه فعال میشه، میندازدشون پایین. امام به این اعتقاد داره، اما عده‌ای به این اعتقاد بگید ندارن، به خدا ندارن، تا همین مملکت ندارن. شخص خاصی مد نظرم نیست، من با جریان فکری کار دارم. اصلا دنبال فرد خاصی نگردید، چون این افراد میان و میرن، اما جریانهای فکری چیه؟ باقی است. قرآن بخونید، قرآن به جانت بشینه، تحلیل کردن تو آخرالزمان بی‌نظیر میشه. قرآن میگه این حب گوساله تو دل اینا نشسته بود، من سامری هم ازشون بگیرم بازم فایده بگید نداره. میدونید چی میشه؟ یک فردی میمیره، به قتل میرسه در بنی اسرائیل، بین اینها جنگ و جدال میشه، میگن میان سراغ حضرت موسی، بیا ببین چقدر زیباست، بیا این تفرقه ما رو پایان بده. باید قاتل پیدا بشه دیگه، تهمت زدن به یکی دیگه. بین قبیله ها 12 تا قبیله بودن بنی اسرائیل، جنگ شده بود، جنگ‌های خانوادگی، به خونخواهی بلند شده بودن. خدا فرمود ای موسی بگو برن یه گاو بکشن. چرا نگفت گوسفند بکشن؟ میخواست اینا گاو بکشن، چون اینا گاو پرستی کرده بود. اینا هم دوست نداشتن گاو بکشن، بهانه آوردن. بهانه‌های بنی اسرائیلی هم چیه؟ معروفه. گفتن نه حالا چه رنگی باشه؟ خدا عمدن فرمود چه رنگی باشه؟ زرد باشه. اونا دقیقاً گاو زرد ساخت براش. هر کی بهانه آوردن اینو ماسمال کنن بپیچن برن، نشد. خدا هر کی آدرس میداد هی دقیق‌تر میشد رو همون چی؟ گاوی که اینا پرستیده بودن. کار میدونه به کجا رسید؟ فقط از اون گاو یه نفر داشت تو با اون نشونیات توی بین کل بنی اسرائیل، اون یه نفرم رفتن سراغش، گفت معادل وزن گاوم طلا میخوام. دقیقاً شد گاو طلایی. خدا داره به اینا میفهمونه، میگه این جریان فکری تو ذهن اینا نشسته، اینو تا نکشی هر سال یه سامری میاد بیرون، هی سامری بگی بنداز زندان، هی سامری بگی اعدام کن، فایده بگی نداره. سامری، کارخونه سامری زدن، خط تولید سامری دارن. من از اون نگرانم که خط تولید سامری ها در انقلاب ما به وجود بیاد. این خطر عزیزم. بعد یه آیه دیگه قرآن داریم خیلی زیباست، میفرماد باز اینا بیعت شکستن، عهد شکستن، کوه از ریشه در آوردیم بالا سر اینو گرفتیم. خیلی صحنه وحشتناکه. شما فرض بکنید داری نگاه میکنی بالا سرت یه کوه از ریشه در آوردوشن بالا سرت بگیرن. گفتن خدایا غلط کردیم، اشتباه کردیم، دیگه آدم میشیم. آخر آیه میگه دروغ میگن، هنوز محبت گوساله تو دلشون. جریانهای فکری، برای من با فرد کار ندارم. امام خدا رو دستاشو باز میدید، عده‌ای نگاهشون این نیست. وقالت الیهود ید الله مغلوله، میگن دست خدا چیه؟ بسته است. میدونی دست خدا بسته است یعنی چی؟ یعنی اینجا زورش میرسه کمکم کنه، جای دیگه نمیتونه.
یا بعد خدا حتما به من نشون بده خدایا چجوری میخوای کمکم کنی؟ خدای آمریکاییام اینا هواپیما دارن، ما رادار نداریم، پوشش نمیتونستیم بدیم مملکتمونو. فضا شده بود خونه امن، اینا هر موقع دلشون می‌خواست میان تو کبیر میشستن، پا میشدن میرفتن، هیچ کم خبر نداشت. خدایا اول 10 تا رادار خوب بفرست، بعد من قبول دارم که زورت میرسه. فهمید چی شد؟ خدای 10 تا رادار خوب بفرست، اون موقع من قبول میکنم. اما نه، وقتی میگه خدا میگه بابا کجای کارید مالکم لا ترجون لله وقارا، شما را چی شده برای من خدا وقارم قائل نیستید؟ اندازه 10 تا رادارم کار از دستم بر نمیاد. تفکر یهود این بود که دست خدا بسته است، یه جایی کار میتونه انجام بده، یه جای. نگاه امام این نبود. اما من به شما بگم این نگاه خدای دست بسته تو کشور ما وجود داره. من میبینم تو سخنرانی‌ها، میخونم تو سایتاشون، میبینم تو روزنامه‌ها. وقتی ناوه‌های آمریکایی وارد خلیج فارس شدن، امام چی گفت؟ گفت بزنید. یکی از همین آقایان خاطره نوشته، من داشتم میخونم، میگه 5 مرتبه یا 7 مرتبه، من حضور ذهن ندارم اما حداقل 5 مرتبه رو مطمئنم، 5 مرتبه جدا جدا ما پیش امام بودیم، امام گفت بزنید این ناوا رو. ما نزدیم. میدونی چرا؟ گفتی خب اگه ناو بزنیم که این میاد ارتش میاره، این هواپیماش میاد، ما نداریم. احتمالاً به این آقایان اگر مثلا 10 تا بمب اتم میدادیم ممکن بود بزنن، یا حالا میزنیم چون ما هم بمب اتم داریم. یعنی ما خدا رو محدود کنیم که خدای تو پاسخگویی فقط از طریق رادار است، فقط از طریق کشتی است، فقط از طریق بابا الان سوریه رو با چی نگه داشتی؟ 8 سال جنگ با چی نگه داشتی؟ 1 سال و نیم اول جنگ تمام این انبار شاه خالی شد. با دست خالی بود؟ نه خیر، تو دست ایمان به خدا بود، امام مؤمن به خدا بود. نذارید امامو تحریف کنن براتون، که میکنن. میدونی چرا؟ چون این روشی است برای اعتماد سازی، چون روشی است برای که یه عده‌ای برای خودشون اعتبار پیدا کنن. میگم سامری میخواد گوساله پرستی را بندازه، میگه این اله شما اله موسی است. یا خب موسی که مرده زنده نمیشه که بتونه بیاد بگه که این دروغ میگه. تمام شد رفت، حالا هر کاری دلمون خواست میکنیم. خطر اصلی که انقلاب رسول الله و انقلاب ابا عبدالله زمین زد، خطر اصلی رو قرآن گوش زد میکنه. میدونید کجاست؟ میفرماد منافقین. میگه الاعراب المنافقون، اعراب المنافقون، میگه یه سری اعراب بادیه نشین که چی حدود الله رو نمیدونن، چون دین خدا رو خوب نمیدونن ممکنه چی بشن؟ بازی بخورن. یکی دیگه هم من حولکم، کسایی که دور شما تو همین مدینه. میفرماد جریانی که انقلاب رسول الله زد زمین 2 دسته بودن، یک سری آدمایی که دین خوب نمیشناختن، یه سری کسایی که دیگه که نه دینم خوب میشناسن، کنار شما هم هست، از قضا از قاطی صحابه تو هم مثلا پیغمبر. تو تعریف اهل سنت از صحابه جناب آقای بخاری تو صحیحش میگه هر کس پیغمبر رو دیده باشه صحابی پیغمبره. تمام مردم مدینه پیغمبر دیده بودن، پس صحابه پیغمبره. میگه تو همین صحابت کسایی هستن و من حولکم، دور خودتن. میدونید چی شد؟ بعد سقیفه همین صحابه که دور پیغمبر بودن علم برداشتن، کیا رو کشیدن وسط؟ قبیله اسلم. قبیله اسلم کی بود؟ اعراب بادیه نشین تو خیابون، تو بیابون، اینا رو کشیدن، چوب برداشتن میزدن مردم، میگفتن با فلانی بیعت کنید. میدونید یعنی چی؟ من به شما بگم، میگه دور و بر شما یه سری آدم هستن که مردم رو میکشونن تو خیابون. این خطر انقلاب رسول الله، خطر انقلاب ما هم همینه. علامه حسن زاده یک عبارتی داره بسیار زیبا. ایشون میفرماد خورشید همون جوری که آروم آروم میره، آروم آروم هم چی بگید برمیگرده. یهویی خورشید نمیاد خاله آسمون بشه سر زور مثل الان، چون با حکمت خدا سازگار نیست. خورشید ما آقا صاحب الزمان آروم آروم هم رفت. امام هادی مردم را عادت داد که سراغ اون نیام و سراغ وکلاش برن سوال بپرسن، ارتباطو کم کرد. امام حسن عسکری پشت پرده می نشست جواب مراجعان را میداد. یعنی چی؟
یعنی عادت کنید به ندیدن امام زمانتون. و آقا صاحب الزمان هم به یک باره نرفت. اول غیبت صغرا دارن، بعد غیبت کبرا. اول از طریق 4 نفر نواب اربعه پاسخ مردم رو میدن، توقیعات دارن، جواب نامه ها رو میدن، بعد آرام آرام فاصله گرفتن. درست شد؟ خورشید آرام آرام غروب کرد. اگه یه جایی باشه یهویی برق خاموش کنن خودت گم میکنی، اما آرام آرام نور کم بشه میفهمی کجایی. بازگشت خورشید هم همینطوره. اول یه فجری میزنه، بعد تو میفهمی عجب طلوع نزدیکه. یعنی نماز بخونی ها بین طلوعین، بین 2 تا طلوع، یه طلوع کوچیک‌تر و یه طلوع چی؟ اصلی. من میخواهم به شما بگویم به نقل از این بزرگی که نام بردن، ما در بین طلوعین ظهور امام زمان هست. فجر 37 سال است دمیده. چقدر طول میکشن؟ نمیدونم. حضرت موسی به قومش میگه برید تو این سرزمین وارد بشی، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. میگن نمیریم، میترسیم. نه نخاف، ما میترسیم. چی میگی؟ فذهب انت و رب، خودت و خدات برو. لن ندخلها ابدا، ما عمرن وارد این شهر نمیشیم. اینو داشته باشید. این پیغمبر معصوم 9 تا 10 تا معجزه جلوی اینو انجام داده که برای سنگ انجام میدادی تکون میخورد. عصا اژدها شدن دیدن، از آسمون وزق باریده، رود نیل خون شده، دریا شکافته شده، از یه سنگ 12 تا چشمه جاری شده. دیگه چیکار باید بکنه؟ معجزات عجیب غریب تو چشم، معجزات تصویری. گفتن نمیریم. بعد امام خطاب به رزمنده ها و مجاهدین میفرماد خرمشهر باید آزاد بشه. چی جواب چی داده؟ ما نمیتونیم، شرمنده. وقت نداریم ما. آقا زور اینا زیاده، قوم جبارین اونا میگفتن. خودت برو امام، چرا نشستی تو جماران؟ امام لب تر میکرد 400,000 نفر آدم میره اونجا. یک نفر گفت اینا موشک دارن، امام اینا فوگاز دارن، امام اینا میدان مین درست کردن، امام فلان و به همان اینا. چی داشتیم؟ هیچ. البته همه چیز خدا رفتن. اینی که امام میفرماد امتی که من دارم آقا رسول الله نداشت. درسته، حرف صحیحه. پیامبر نماز جمعه شروع میکنه سخنرانی کردن، یه کاروانی از شام میاد، یه دایره تنبکی هم میزدن که بفهمن مردم که یه کاروانی داره میاد. چی شد؟ میگن تفاصیل نمیشه 12 نفر بیشتر نمونده. همین تو دنده عقب یا باشه که مسجد فرا کردن، آخ جون بریم از تجارت عقب بگید فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. تو انقلاب خودمون نماز جمعه، وسط نماز جمعه بمب گذاشته شد. اون تعدادی که تکه پاره شده بودن و شهید شدن و زخمی شدن، اونا رو بردن نماز جمعه ادامه پیدا کرد. لاف نیست، اینا اتفاق افتاده. براتون روایتاشو بخونم. کاغذمو زود گذاشتم تو جیبم. سواد ما تو همینه. یخرجو، خروج میکنن ناسون، مردمی، من المشرق، از مشرق زمین، فیوتعون للمهدی سلطانه، کمک میکنن پشت مهدی وای میستن تا آخر مهدی حقش رو میگیره. رجل من قوم، مردی از قوم، یدعو الناس الی الحق، مردم رو به حق فرا میخونه. یجتمع معه قوم کزبر الحدید، مردمی دورش جمع میشن مثل پاره های آهن. در جای دیگر، در روایت دیگر تهابوا به روح الله، دوره یه آقای به اسم روح الله جمع میشن. اینه که مال من نیستش که، اینا رو که بعد جمهوری اسلامی که چاپ نشده که. چی میفرماد؟ طوفان‌های سهمگین آنها را به لرزه نمی‌اندازد، از جنگ نمی‌هراسند و ترسی به دل راه نمی‌دهند، بر خدا توکل دارند و سرانجام پیروزی با متقین است. والعاقبة للمتقین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، چه گوینده چه شنونده.
یا علی، آقا رسول الله خطاب به حضرت امیر داره میفهمه، یا علی اعلم، بدون، آگاه باش، این نکته رو میخوام بگم بدونی. خیلی لحن عجیبی ها. مخاطب قرار داده حضرت امیر رو، اعلم ان اعجب الناس ایمانا، عجیب ترین انسان ها در ایمان. پیامبر مبالغه میکنه، میگه از اینها عجیب تر ایمان اینا وجود نداره. عجیب ترین یعنی دیگه از همه بیشتر، بلند ترین ها، مثل این صفت عالی بهش میگن در ادبیات. اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا، و عظیم ترین اینها در یقین. قوم یکونون فی آخر الزمان، یه قومی تو آخر الزمان میاد. اینا چه ویژگی های دارن؟ لم یلحق النبی، اینا پیغمبر ندیدن. فحجبت عنهم حجه، و حجت و امامشون هم تو حجابه، غایبه، امامشون رو نمیبینن. پیغمبر که در میانشون نیست، زنده نیست، امامشون زنده است اما در حجاب نمیبینن. فآمنو، ایمان میارن اینها، علی سواد علی بیاض، میگه اینا بر سیاهی روی سفیدی ایمان میاره، به جوهر، به جوهر روی کاغذ. من پیغمبر رو ندیدن، میشینن این صحبت‌های من پیغمبر، حدیث‌های من پیغمبر رو بالا پایین میکنن، میگن به نظر ما اینو گفته. یکی دیگه‌شون میگه نه، شاید این نگفته، شاید این آدمی که اینو نقل کرده آدم درستی نبوده. علومی رو به وجود میارن، علم رجال، علم حدیث ها، که فقط برسن به یک کلمه از کلام من پیغمبر بگن قطعاً پیامبر اینو گفته. حالا من یک سوال دارم، آیا الزاما شما باید حضرت امام رو حتما دیده باشید تا بفهمید مزاق ایشون چی بوده؟ نه خیر. این صحیفه امام، برید ببینید صحیفه امام نظرش در مورد آمریکا چی؟ بیشترین فحشو در صحیفه آمریکا خورده، مگه اینکه دو صحیفه داشته باشه، صحیفه که ما خوندیم. خیلی هم تازه واضح و تابلوه، یعنی فحش خوردن آمریکا یک چیزی خیلی واضح و آشکاره، نمیخواد دیگه درصد بگیری. خیلی جالبه ها. بعد شما بگی نظر امام در مورد آمریکا این نیست. اینه که شما بگی نظر مثلا بلا تشبیه مثال دیگه در مثال مناقشه نکنید. پیامبر در مورد امیرالمومنین شک داشت. اینقدر این عجیبه، این حرف عجیب بشه. امام آمریکا رو ام الفساد میدونه. میگه همه هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. آمریکا! این یک حقیقت امام. حالا بیا یک پیامبری هم مثلا، یا حقیقت پیامبری، پیامبری هم بسازی که برخی از این روایت جعلی دارن نقل میکنن. منطقی نگاه بکنیم عزیزان، کلاه سر خودمون نمیخوایم بذاریم. انقلاب کردیم که چی؟ هدف چیه؟ اگر هدف ظهوره، پس این دکون دستگاه ها چیه؟ اگه قراره برسیم به دولت آقا صاحب الزمان، سختی خواهد داشت. قرآن میگه دیگه، این که آیه قرآنه، که قرآن سعودی هم با ما یکیه. میگه ولا یخافون لومة لائمین. آیه وقتی نازل شد صحابه پرسیدن این قوم کیه تو آخر الزمان میاد؟ 54 و 55 مائده. حضرت فرمود، زد به شانه سلمان فرمود من هذا و زبو، اینن از قوم همینن. میگه ولا یخافون لومة لائم، قرار فوش بشنوی. میگه از فوش خوردن و سرزنش شنیدن با چی؟ نداشته باش. این مأمومین اگر با ولی فقیه این امتحانا رو پس دادن، چون 11 بار خدا امامو فرستاد مأموم آماده بگید نبود، این بار اول باید مأموم آماده بشه. اگر با ولی فقیه این مأموم تونست امتحان پس بده، با ولی معصوم قطعاً بهتر کارو پیش خواهد. 40 میلیون شیعه بعد 1400 سال را میافتن میرن توی کشور ناامن، بعد میگن بعد 400 سال، ببخشید بعد 1400 سال میگن لبیک یا حسین. یعنی اگه اون موقع کسی صداتو نشنید بعد 1400 سال میشنید.
به نظر شما میشه اینها صدای مهدی جل الله رو بشنون و نگن لبیک یا مهدی؟ برای امامی که از دنیا رفته لبیک میگن، برای امام حی حاضر که به خانه کعبه تکیه میزند و معرفی میکند خودش را انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، اون موقع کسی نمیره؟ من معتقدم این راه پیمایی 40 لشکرکشی شیعه برای ظهور است، تمرین این کار است. شروعش از کجا بود؟ از ایران. یادتونه امام میگفت راه قدس از کربلا میگذره؟ فرض کنید ما با جنگ عراق میگرفتیم، یه دقیقه گوش کن، فرض کنید با جنگ میگرفتیم، میدونید چی میشد؟ هر روز میومدن بمب گذاری میکردن، میترکوندن خودشون، چون رفته توی کشور دیگه ها، غیر اینه؟ یا بعد تحویل به خودشون میدادی برمیگشتی، چی میشد؟ دیدی خدا چجوری عراق دو دستی داد بهمون؟ دیدید چطوری اتفاق افتاد؟ یه جوری اونجا میریم کربلا، میایم انگار مثلا میخواد بره مشهد برگرده. یکی از دوستانمون رو من اونجا دیدم، میگم تو که میگفتی پاسپورت نداشتم، من گفتم من پاسپورت خانمم اومدم. یکی دیگر دیدم، میگم تو چجوری اومدی؟ میگم من با کارت ملیم اومدم. داستان چیه؟ این اثرات انقلاب ماست که لرزه انداخته به تن اونا. والا بالله به پیر به پیغمبر ما قبل انقلابم نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، حج میرفتیم، عزاداری بر ابو عبدالله هم میکردیم. چرا با همون کاری نداشتن؟ از این سعودیا بیشتر میخوای نماز بخونی؟ از این سعودیا بیشتر میخوای حج بری؟ مشکل اینا با ما یه چی دیگه است. مشکل اینا با ماست که گفتیم خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی چی؟ هدفو چون گفتیم انقلاب مهدی داستانه، وگرنه تا دلت میخواد برو نماز بخون، هیچ کی باهات کار نداره. برو تو ترکیه تو ایا صوفیه انقدر نماز بخون که فنر کمرت در بره. اگر کسی به شما چیزی گفت، کسی با اسلام ترکیه کاری داره تو منطقه، اگر شما میخواید تمام حقوق بشر رو یک جا به گند بکشید، بگید آل سعود. یک جا شما دیدید غربی آمریکا یا چیزی بگن با آل سعود؟ چرا باش مشکلی ندارن؟ چون اسلامش اسلام امریکاییه. خوندی فرمایش امام در مورد اسلام آمریکایی؟ اسلام درباری، اسلام متحجرین، اسلام فلان و بهمان، و در یک کلام اسلام آمریکایی. نسخه های آمریکایی رو که مشکلی باش ندارن، بروش اصلا نماز شب بخون، صبح تا شب احیا بگیر تو اعتکاف باش، به خدا بیاد خرجتم میده. اسلامی که جلوی اسرائیل وایسته. من میگشتم تو ایران ببینم اولین بار کی اسرائیل گفته. آقا تخصص بنده یهود پژوهیه دیگه، حوزه صهیونیسم و مهدویت کار میکنم. آخرالزمان 2 جبهه داره، خیر مهدویت، شر صهیونیسم، رو این کار میکنه. رفتم دیدم اولین کسی که خطر اسرائیل رو گوشزد کرده جلوش وایساده محکم جدی امامه. 1341 طلبه ها رو تو فیضیه انداختن پایین. خب کار کی بود؟ کار مأمور شاه. فکر میکنید امام چی میگه؟ امام میگه اسرائیل طلبه ها رو پایین انداخت. ما پدر بزرگمون آدم آگاه، امام از نزدیک دیده بود سال 42، میگفت ما اینقدر امام میگفت اسرائیل ما نمی‌دونیم اسرائیل کجاست. میگه ما فهم کردیم امام به اسرائیل گیر داده. گفتیم امام با اسرائیل چی کار داره اینطور میگه فرشته خدا؟ با اسرائیل اسم کشوریه، اسم یه جای قصبی رفتن فلسطین گرفتن اسم خودش گذاشتن اسرائیل. اون موقع میفرماد اسرائیل. امروز هم شما میبینید اسرائیل. تا این مذاکراتی که ما داریم از همه بیشتر کی داره سنگ اندازی میکنه؟ اسرائیل. اون موقع خط داره، اون موقع یزید میشناسه عزیزم. حتما باید به 2 نوجوان ما تجاوز میشد تا به حرف امام برسید که آل سعود به ذات پدر سوخته و نجس و کثیف است. ها؟ باید چی کار میکرد آل سعود تا ما تکون بخوریم؟ باید این اتفاق میافتاد؟ برید نگاه بکنید امام میفهمد ما از مسئله قدس بگذاریم، یعنی کلا قدس رو فراموش کنیم. یعنی یه چیزی که کسی جرأت نداشت، جلو امام جرأت نداشت از قدس بگه آقا بیا فلسطین بذاریم کنار. امام میگه ما یا شاید یه روز از قدس بگذاریم، شاید یه روز از صدامی که به ما حمله کرده بگذاریم، از آل سعود نخواهیم گذاشت. این روزها رو میدیده امام. میدونید چرا؟ چون امام عبد است. خوراکش از کجا گرفته؟ از 2 جا، قرآن، سیره اهل بیت. این آرامشی امام تو هواپیما نشسته داره میاد، اصلا این وجود همه آرامشه. آخرین نکته رو عرض کنم. این آقای ادوارد شواردنادزه
وزیر امور خارجه شوروی که بعداً شد رئیس جمهور گرجستان، میگم من با این همه آدم رئیس جمهور رئیس حکومت در دنیا جلسه داشتم. آوردی خود دیر آوردیم 2 دقیقه آخر دیگه. جلسه داشتم تو دنیا، میرفتم میشدم با رئیس جمهور آمریکا صحبت میکردم فلان. اومدن پیش امام، این آقایون قرار بوده 9:30 باشه جلسه، آقای ولایتی نقل میکنه قرار بوده 9:30 باشه، 9 رو این بابا رو میارن دیدن امام. امام هم تایم 9 تا 9:30 رادیو گوش کردن اخبار بوده، بعد اخبار رو گوش میکرد، از 9 شروع میکرد. حالا که میگه اومدن هر چای ولایت اومد گفت آقا بیا برید، گفت بی خود کاری زودتر آوردیمش. آقا وزیر امور خارجه شوروی به درک کرد. شوروی کیه؟ ما به خدا بندیم. گفت فایده نداشت. گفتیم بریم به آقای رفسنجانی بگیم، اون شاید بیاد یه صحبتی کنه با ما. آقای رفسنجانی اومد هر کاری کنه. 9:30 رأس 9:30 اومد. میگه اخبار دارم میگن دینگ دینگ دینگ. اومد یه پارچه هم دستش بود، انداخت رو پاهاش صاف کرد، گفت بگید حرفشو بزن. فیلم این آقای ادوارد شوازنادزه هستش که اینجوری کاغذ دستش گرفته داره میخونه، اینطور میلرزه. خودش بعداً مصاحبه که من در عمرم ابهت کسی من اینجوری نگرفت. یه پیرمرد 70-80 ساله چیکار میخواد بکنه تو رو؟ تویی که شوروی بمب اتم داری، نصف دنیا دستته. نه عزیزم، با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت 100 سلطان به هیچ. آمریکا که شوروی که محمد رضا شاه که باز نوچه اینا باشه. امام قرآن به جانش نشسته بود، سیره علوی به جانش نشسته بود. این بود، این امام ما بود، نه این که برخی از آقایون میان تعریف از سر تحریف میکنن. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. خدایا تو را سوگندت میدیم به این 230,000 شهیدی که ما دادیم در دفاع از حق و برای رسیدن به حکومت امام زمان عجل الله. چشم ما را در دوران عمر خودمان به جمال نورانی مولا و صاحبمون آقا صاحب الزمان روشن بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.